یکی جزئیات نداد، دیگری به طلب رشوه گمانزد دانست. سومی بازداشتش را به صاحبکاری پیوند داد، نه منصب و کاری رسمی. اظهارات گوناگون و گاه ضدی هم درباره فرخ مقصودزاده، سردار بازداشت شده ریاست تندرستی در ولایت سوخت. در دادستانی منطقه و آن هم پس از 2 ماه دستگیر شدن مقصودزاده گفتند که او در دایره یک عملیات نیروهای امنیتی به دست افتاده است. در دایره این عملیات‌ها نسبت سردار ریاست تندرستی ولایت سوخت پرونده جنایتی آغاز کرده شد. این زمان تفتیشات ادامه دارد. به خاطر فاش نکردن سری تفتیشات ما از توضیحات آن خودداری میکنیم. نظر پیوندان یا وکیل مدافع فرخ مقصودزاده به قضیه معلوم نیست. او تابستان سال 2025 سردار ریاست تندرستی ولایت سوخت تعیین شده بود. رادیو آزادی ماه دکبر همان سال خبر یافت که مدت‌ها باز در جای کارش نیست. دیرتر جمالالدین عبدالله‌زاده وزیر تندرستی تاجیکستان در نشست مطبوعاتی گفت مقصودزاده بازداشت شده است، ولی ادعا کرد که دستگیر شدن او به کار رسمیش ربط ندارد. کمتر فعالیت صاحبکاری هم با این نفر دارد، ممکن برای اون فعالیت دیگر متهم شده. بر اساس قانونگذاری تاجیکستان منصبدار یا خادم دولتی حق ندارد که به صاحبکاری مشغول شود. روشن نیست وزیر تندرستی با این اظهاراتش خواسته است نهاد زیر اطاعت خود را نجات دهد یا به عیبنامه فرخ مقصودزاده بیفزاید. به اطلاع دریافتی رادیو آزادی وزیر تندرستی تاجیکستان پیش و بعد از بازداشت فرخ مقصودزاده به ولایت سوخت رفته است. از جانب مقامات تفتیشات پیشکی در همین حال رئیس دادگاه شهر خوجند برعکس وزیر تندرستی تاجیکستان گفت عیبنامه فرخ مقصودزاده بیشتر به فعالیت دولتیش پیوند میگیرد. مقصودزاده فرخ برای گرفتن خوراک پرونده جنایتی آغاز شده به سود برای درخواست مراجعه شده است. پرونده سود واریش نشده است. حالتهای کار معلوم است. اگر این اتهام تصدیق شود به فرخ مقصودزاده از 284,000 سامانی تا 711,000 سامانی جریمه یا 5 سال زندان تهدید میکند. رئیس دادگاه شهر خوجند نگفت که فرخ مقصودزاده کی و چقدر رشوه گرفته است. طرف دیگری دعوا نیز معلوم نیست، ولی چند پزشک و کارافتاده در صحبت حضوری با خبرنگار رادیو آزادی در مورد به گفتهشان پولستانی در بیمارستان‌های ولایت صحبت کردند. یک همصحبت رادیو آزادی با شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت گویا در جریان یک سنجش طبی طریق همیانهای الکترونی به صورت حساب فرخ مقصودزاده پول کلان وارد شده و محض همین حالت باعث به تفتیشات گشته است. فرخ مقصودزاده در گذشته هم در مقام سردار ریاست تندرستی کار کرده یک مدت سردختور بیمارستان سوخت بود. طمعجویی و گرفتن رشوه در نهاد تندرستی تاجیکستان از مشکل اصلی ساحه به حساب رفته، ساکنان و کارافتادگان هم زیاد درباره این مسئله شکایت دارند.